فشار چیزی که به ما ایرانی ها خیلی زیاد میاد. عوامل زیادی میتونه تو این بخش اثرگذار باشه، مثل دیدن کسایی که یهویی به یه ثروتی میرسن یا ارثی بهشون میرسه و دبی هم دست کمی از این فشارها نداشته که هیچ، بلکه تو تمام نونوایی ها، محافل قهوه خونه، حتی کنار شوهرخاله جزو بحث‌های داغ و پرفشار محسوب میشه و اکثر ایرانی‌ها نسبت به این موضوع همچین نظری دارن که آره زمان شما اونجا خاکی بود و هیچی نداشت. و خب الان از نظر اونا ما هیچی نداریم و اخیراً هم موضوع زمین چمن قلعه حسن خان جنجالی شده و باعث شده تا عربا بیان بگن که برای ایران حتی زمین چمن رایگان بسازیم تا تو خاورمیانه آبروریزی نشه. باعث و بانی پیشرفت دبی هم یکیش نفته و دومیش خانواده آل مکتوم. توی این ویدیو قصدشو ندارم بگم که چجوری دبی به اینجا رسید. حالا اگه خواستید این ویدیو رو بسازم توی کامنت ها حتما بگید، ولی میخوام از بریز و به پاش خانواده آل مکتوم بگم و ببینید که چجوری پول بی زبون و خرج چه چیزایی میکنن که مطمئنم پشمای همتون ازش میریزه. بریم سراغ ویدیو. خانواده آل مکتوم خانواده حاکم دبی و امارات متحده عربی هستند و به جرئت میتونم بگم که سبک زندگی بی‌نظیری دارند. شیخ محمد حاکم فعلی و نخست وزیر دبی 18 میلیارد دلار ثروت داره که به پول ما میشه 1 کاردیلیون و 62 تریلیون. دوباره زنده کنیم. نام او تا قیام قیامت و تارکش ما باید حماسه‌ای بسازیم تا خودمون بشه. او دبی هلدینگ یک شرکت سرمایه‌گذاری جهانی را کنترل میکنه. شرکت هواپیمایی امارات را راه اندازی کرد و فرودگاه بین‌المللی دبی و فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم رو توسعه داد.